خالی نبودن زمین از حجت. ببین من یک دو تا بخونم براتون. امام باقر میفرماد والله قسم میکنم ما ترک الارض منذ قبض الله آدم الا و فیها امام یهتدی به الی الله. خداوند عزوجل از زمانی که حضرت آدم را بالاخره قبض روح کردند و به جوار خودش انتخاب کرد، اختیار کرد، تا به امروز یک روز زمین از حجت امام یهتدی به الی الله، امامی که مردم به وسیله اون امام به سوی خدا راهنمایی میشوند. اون امام کیه؟ و هو حجت الله علی عباده، او حجت خداست. بعد فرمودن که ولا تبقى الارض بغیر امام حجت الله، اصلا زمین بدون امامی که اون امام حجت خدا باشد بر عباد و بر بندگان، هیچ وقت زمین از اون امام خالی نخواهد شد. این روایت من اجازه بخوانم. تمنا میکنم. بله بفرمایید. میفرماید که بله ما خلت دنیا، حالا روایت قبلی از زمانی که خداوند عزوجل حضرت آدم را به جوار خودش اختیار کرد. بله. روایت بعدی میفرماید باز از امام باقر است ما خلت دنیا منذ خلق الله السماوات والارض، از روزی که خداوند عزوجل آسمان و زمین را آفرید، زمین دنیا خالی نشد از چی؟ من امام عدل، امام عادل، و این روال هست الی ان تقوم الساعه، تا قیامت، حجتا لله علی خلقه، حجت خدا بر خلق. قرآن کریم فقط و فقط انبیا علیهم السلام را حجت می داند و از امامت و امامان مزعوم که آنها را حجت الله بر بندگان می دانند نامی نمی برد. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. پیامبرانی مژده رسان و بیم دهنده برانگیختیم تا مردم پس از ارسال پیامبران حجتی در برابر الله نداشته باشند و الله غالب با حکمت است. و همچنان امام علی رضی الله عنه فقط انبیا علیهم السلام را حجت می داند و از ائمه نامی نمی برد. در نهج البلاغه خطبه 144 آمده است که امام علی رضی الله عنه فرمودند بعث الله رسله بما خصهم به من وحیه و جعلهم حجة له علی خلقه. الله متعال پیامبران خیش را فرستاد و وحی را مخصوص آنان گردانید و آنها را حجت خود بر مخلوقات ساخت. علاوه بر این، حجت باید با مردم و در بین مردم بوده باشد و تعالیم دین را به ایشان بیاموزاند تا دلیلی بوده باشد بر مردم. اما امامی که بیش از 1200 سال است که غایب بوده و کسی هم نمی‌داند که او کجاست و چه می‌کند و کسی به او دسترسی ندارد تا از او تعالیم دین را بیاموزد، چطور می‌تواند که حجت باشد؟ و حجت بودن او چه نفع و سودی برای مردم میرساند و وجود و یا عدم وجود وی چه تأثیری بر دین و ایمان انسانها دارد؟